این هندوستانه. ببخشید اشتباه کردن، قبلا هندوستان بوده و از سال 1947 از هندوستان جدا شده و کشور پاکستان به وجود اومده. البته در اون موقع پاکستان همین یک تکه نبود، بلکه پاکستان شرقی هم وجود داشت که امروزه بهش میگن بنگلادش. ولی ما تو این برنامه فقط میخوایم در مورد پاکستان صحبت کنیم. خطای مرز پاکستان رو هم مثل کشورهای دیگه غرب آسیا مثل کویت و عراق و سوریه انگلیس ها کشیدن. اونها تعیین کردن که این کشور چه شکلی میشه و نقشه پاکستان چطوریه. خطای مرزی پاکستان برخلاف مرزهای طبیعی با دست کشیده شده، یعنی نه رودخونه‌ای به عنوان مرز شناخته شده و نه رشته کوهی. وقتی به قومیت‌های این منطقه نگاه می‌کنی، می‌بینید که این خط‌ها با برنامه کشیده شده که هیچ موقع این وسط یک کشور پرقدرت شکل نگیره. با این خط‌ها مردم رو بهتر می‌تونی به جون هم بندازی. چیزی که دقیقاً انگلیس‌ها می‌خواستن، اتحاد آنچنانی شکل نگیره. اما مرز طرف هندشو تا حدودی درست کشیدن، چون حداقل بیشتر مسلمان‌ها این طرفن و بیشتر هندوها هم اون طرفن. در سال 1947 وقتی هند به صورت نمایشی از انگلیس مستقل شد، انگلیس ها گفتن به شرط این مستقل میشین که قسمت مسلمون ها جدا بشه و یک کشور جدید ساخته شد. کاری با مرز کشورهای دیگه نداریم، ولی مرز بین پاکستان و هند رو گفتیم که تا حدودی درست کشیدن، مخصوصا در جنوبشو. منتها وقتی همین مرز میره به طرف شمال، یک فتنه بزرگی توش کاشته شده و اونم منطقه کشمیره. اون موقع انگلیس ها به اینها نگفتن این منطقه مال کدومتونه. استخونلای زخم این منطقه رو گذاشتن اینجا بمونه. به طوری که از همون سال 1947 بین این دوتا کشور سر این کشمیر دعواست. چند بارم سر این منطقه جنگ کردن. نیمی از کشمیر دست پاکستانه و نیم دیگرش دست هنده و این دوتا مرز وسط کشمیر رو به رسمیت نمیشناسن. پاکستان میگه تمام کشمیر مال منه، هندم میگه نه مال منه و تنش بین این دوتا سالهای سال ادامه داره. ولی هند و پاکستان تنها سر کشمیر مسلمان نشین دعوا ندارن، بلکه یک مثلثی هم این بالا وجود داره که در مرز چین قرار گرفته که قسمتی از کوه هیمالیا اونجاست و بهش میگن یخچال سیاچن. این منطقه یک منطقه به شدت کوهستانیه و این دوتا کشور تازه یادشون افتاده که اینجا رو صاحب شن. برای همین در سال 1984 دعوا اینجا شروع کردن. تو این کوهستان سرد یخزده هندیا و پاکستانیا مرتب همدیگر رو میکشن، به طوری که از سال 1984 تا حالا هزاران سرباز از دو طرف کشته شده و هیچ دستاوردی هم برای هیچ کدوم از کشورها نداشته. دست انگلیسا درد نکنه، این مرزی که بین این دوتا کشور کشیدن به قدری شرورانه بوده که تو دنیا به این مرز میگن خطرناکترین مرز دنیا، چون هیچ موقع جنگ تو این مرز بین این دوتا تموم نشده و همیشه یک درگیری هست. البته خیلی ها هستن که میگن خطرناکترین مرز دنیا DMZه. DMZ مرز بین دوتا کره است که اگر میخواین بیشتر در موردش بدونی این کلیپ رو نگاه کنید. اما تو این درگیری ها پاکستان اوضاعش خیلی بدتر از هنده، چون اسلام آباد یه جایی قرار گرفته که با مرز هند توی کشمیر فقط 83 کیلومتر فاصله داره و این به هند اجازه میده که راحت اسلام آباد رو در هم بکوبه یا اصلاً بگیره. برای همین پاکستان براش خیلی مهمه که هند از کشمیر بره بیرون که ارتش هند حداقل از نزدیکی پایتختش دور بشن. رودخونه سند رو باید بشناسید. یکی از بزرگترین رودخونه های دنیاست که از هیمالیا سرچشمه میگیره، کل خاک پاکستان رو طی میکنه و به اقیانوس هند میریزه. اسلام آباد پایتخت پاکستان یک شهر جدیده که بعد از استقلال ساخته شده. خیلی‌ها میگن چرا این پایتخت رو خیلی نزدیک هند ساختند. در اصل این پایتخت باید میومد بعد از رودخونه سند. اما حتما انتخاب اینم مثل تعیین مرزها بوده. این منطقه نارنجی رنگ رو داخل خاک پاکستان میبینید. بیشتر تأسیسات پاکستان تو این منطقه قرار داره، منطقه‌ای که هند به راحتی میتونه اشغال کنه. شهرهای مهم پاکستان هم تو این منطقه نارنجی رنگه. سواحل پاکستان هم نسبت به کل کشور خیلی کمه و نیروی دریایی هند خیلی راحت میتونه این سواحل رو اشغال کنه. مخصوصاً پرجمعیت ترین شهرش کراچی.
کراچی شاهرگ حیاتی پاکستانه، چون مهمترین بندر فعال این کشوره و بیشتر از 60% واردات پاکستان از این بندر انجام میشه. برای همین 2 تا موشک که بخوره تو این بندر کل پاکستان فلج میشه. خب این دسته‌گل ترسیم مرزیه که توسط انگلیس‌ها کشیده شده و شعله‌های درگیری و جنگ رو در این کشور همیشه روشن نگه می‌داره. اما آیا مرزهای دیگه خوبه؟ نه، اونها تازه بدتر از اینه. یکی از بدترین اونها مرز افغانستان و پاکستانه که طراحی اون قدیمی‌تر از مرز هنده، اما اونم پر از مشکلات و درگیریه. بهش میگن خط دوراند که در سال 1893 تعیین شده. خط دوراند یک خط کشیده وسط پشتونها. دولت افغانستان بارها اعلام کردند که این مرز رو ما به رسمیت نمیشناسیم و همیشه میگن این تیکه پشتونها که در پاکستانه باید جزو افغانستان باشه. در سال 1947 وقتی پاکستان مستقل شد و به سازمان ملل رفت، هند هم با اینکه یه تیکه ازش جدا شده بود، پاکستان رو به رسمیت شناخت. اما یک کشور پاکستان رو به رسمیت نشناخت و اون افغانستان بود و میگفتن این مرز باید درست بشه تا به رسمیت بشناسیم. پس شما به این نقشه نگاه کنید. کشور پاکستان این وسط ساندویچ شده، هم با هندیا مشکل داره و هم افغانستان. خب مشکلات مرزی برای پاکستان کم نیست. 2 تا کشور هنوز باقی مونده، یکی ایران، اون یکی چین. مرز ایران رو هم در این قسمت انگلیس ها جدا کردن و بلوچستان رو مثل کردستان تیکه تیکه کردن که یک جا نباشن. یه تیکه تو افغانستان، بیشتر تو پاکستان و ایران. ایران و پاکستان مشکلی ندارن و مشکل بلوچ‌های این طرف و اون طرف مرز پیچیده نیست و با هم کنار میاد و مثل خط دوراند خیلی مشکلات عدیده نداره. خب بریم سراغ آخرین مرز، یعنی چین. بی دردسرترین مرز پاکستان میتونیم بگیم مرز چینه، چون هیچ مشکلی با هم ندارن و فقط تجارت میکنن. از دریای مدیترانه بگیر تا شبه جزیره هند یه مرز پیدا نمی‌کنی که روی اصول کشیده شده باشه و باعث درگیری و مشکلات نباشه. حالا باز منطقه ما خوبه. اگر بری مرزهای آفریقا رو نگاه کنی سرت گیج میره که فقط به خاطر منافع خودشون کشیده شده. غرب آسیا رو هم دیدین تو ویدیوی عراق که چطوری تقسیم بندی کردن. خلاصه یه چیزی که مشخصه اینه که به مرزهای خطرناک و مشکل داره دنیا اگر نگاه کنی میبینی که انگلیس‌ها یه نقشی توش داشتن.